به گفتمان کارشناسی خوش اومدید. امروز میخوایم بپردازیم به یکی از چالش‌های کلیدی توی طراحی سیستم‌های سرمایش بزرگ، یعنی انتخاب بین چیلر تراکمی و چیلر جذبی. یه تصمیمی که راستش خیلی مستقیم روی مصرف انرژی، هزینه‌های طولانی مدت و اثرات زیست محیطی پروژه تأثیر میگذاره. بله دقیقاً. و سوال اصلی که امروز سعی می‌کنیم یه جورایی بهش جواب بدیم اینه که وقتی همه این فاکتورها رو کنار هم میذاریم، راندمان، هزینه اولیه، هزینه چرخه عمر، پایداری، مسائل محیط زیستی، کدومی که واقعاً انتخاب هوشمندانه تریه برای کاربردهای صنعتی و تجاری جدید تو مقیاس‌های بزرگ، تراکمی یا جذبی؟ من تو این بحث طرفدار چیلرهای تراکمی هستم. استدلالم اینه که راندمان انرژیشون بالاتره، انعطاف پذیریشون خیلی خوبه و هزینه‌هاشون چه اولیه چه نگهداری قابل پیش بینی تره. اینها باعث میشه معمولاً گزینه بهتری باشن. و منم میخوام نشون بدم که چیلرهای جذبی مخصوصاً اگه به منابع حرارتی ارزون یا حتی رایگان دسترسی داشته باشیم، میتونن هزینه عملیاتی خیلی پایینتری داشته باشن. به علاوه از نظر نوع انرژی مصرفی و صدای کمتر هم مزایایی دارن که نباید نادیده گرفت. یعنی تو شرایط مناسب میتونن انتخاب خیلی خیلی جذابی باشن. بسیار خوب. اجازه بدید من یکم وارد جزئیات بشم از دیدگاه خودم. ببینید، وقتی حرف از راندمان میزنیم، اعداد حرف اول رو میزنن. ضریب عملکرد یا همون COP، یعنی نسبت سرمایه‌ای که تولید میشه به انرژی که مصرف میشه، تو چیلرهای تراکمی به طور قابل توجهی بالاتره. طبق استانداردهای معتبر مثل AHRI، یه چیلر تراکمی هواخنک معمولی COP حدود 3.5 داره. مدل‌های آبخنکش میتونن راحت به COP 6 یا حتی بیشتر هم برسن. حالا این رو مقایسه کنید با بهترین چیلرهای جذبی، یعنی اون مدل‌های 2 اثره که پیشرفته ترن، COP شون نهایتاً حدود 1.4 هست. بله، 1.4. این اختلاف، یعنی 3 تا 4 برابر اختلاف تو راندمان پایه، یه مزیت خیلی بزرگه برای تراکمی‌ها. نمیشه انکارش کرد. از طرف دیگه بحث هزینه اولیه خرید هست. برای بیشتر ظرفیت‌های رایج تو بازار، چیلرهای تراکمی معمولاً هزینه کمتری نسبت به جذبیا دارن. این برای بودجه اولیه پروژه نکته مهمیه. به علاوه قابلیت اعتمادشون. تو مدل‌های بزرگتر معمولاً چند تا مدار تبرید مستقل دارن، یعنی اگه یه مدار مشکلی پیدا کنه کل سیستم از کار نمیفته. انعطاف پذیری هم که گفتم. چیلرهای تراکمی میتونن آب خیلی سرد تولید کنن، حتی تا -40 درجه سانتیگراد برای بعضی فرآیندهای صنعتی خاص. مدل‌های هواخنکش هم که دیگه عالیه. نه برج خنک کننده میخواد، نه آب مصرف میکنه، تقریباً تو هر اقلیمی کار میکنه. نباید اینم فراموش کنیم که فناوری مبردها هم خیلی پیشرفت کرده. مبردهای جدیدی که الان تو چیلرهای تراکمی استفاده میشن، ODP شون 0، یعنی به لایه اوزون آسیب نمیزنن، و GWP شون، یعنی پتانسیل گرمایش جهانیشون، خیلی خیلی کمتر از نسل‌های قبلیه. پس خیلی هم عجیب نیست که آمارها نشون میده بیشتر از 80% پروژه ها، یعنی الغالب، میرن سراغ چیلر تراکمی. ببین، من قبول دارم که اگه فقط به عدد COP نگاه کنیم، آره تراکمی‌ها برنده به نظر میرسن. اما آیا واقعاً COP به تنهایی همه داستانه؟ من فکر میکنم باید یکم عمیق‌تر نگاه کنیم، مخصوصاً به هزینه واقعی بهره برداری. نقطه قوت اصلی چیلرهای جذبی به نظر من منبع انرژیشونه. به جای اینکه برق گرون قیمت مصرف کنن تا کمپرسور رو بچرخونن، از انرژی حرارتی استفاده میکنن. این انرژی حرارتی میتونه از گاز طبیعی بیاد، از بخار، آب داغ یا حتی مهمتر از همه از گرمای اتلافی یه فرایند صنعتی دیگه. شما فکر کنید یه کارخونه دارید یا یه نیروگاه کوچیک که کلی گرمای بی‌مصرف داره تولید میکنه. اگه بتونید از این گرمای تقریباً رایگان توی چیلر جذبی استفاده کنید، هزینه انرژی سرمایشتون به شدت پایین میاد. شاید 30 تا 50% کمتر از یه سیستم تراکمی مشابه. این یه صرفه‌جویی عملیاتی خیلی خیلی بزرگه. نکته دوم، مصرف برقشونه. خیلی ناچیزه. برق فقط برای چند تا پمپ کوچیک و سیستم کنترل لازمه. این یعنی چی؟ یعنی فشار خیلی کمتری روی شبکه برق میاد که تو مناطقی که برق ناپایداره یا خیلی گرونه یا مثلا تو پیک مصرف تابستون، خودش یه مزیت اجتماعی اقتصادی حساب میشه.
تازه اگه برق قطع بشه نیاز به دیزل ژنراتور خیلی کوچیک‌تر و ارزونتری دارن. علاوه بر اینها چیلرهای جذبی چون اون کمپرسور پرسر و صدای اصلی رو ندارن خیلی آرومتر کار میکنن، لرزش کمتری هم دارن. این تو بعضی جاها مثل بیمارستان‌ها یا ساختمان‌های اداری خیلی مهمه. از نظر زیست محیطی هم خب استفاده از مبردهای طبیعی مثل آب یا آمونیاک تو خیلی از مدل‌ها که هم ODP 0 دارن هم GWP 0 یه مزیت ذاتیه. درسته؟ و نباید اینم فراموش کنیم که مدل‌های 2 اثره میتونن همزمان آب گرم بهداشتی یا گرمایشی با کیفیت هم تولید کنن که این خودش یه ارزش افزوده است. پس میبینید داستان یکم پیچیده‌تر از مقایسه صرف COP هست. شما نکات جالبی رو گفتید، مخصوصا در مورد گرمای اتلافی، ولی خب بیاید یکم واقع بینانه تر به این بحث راندمان و هزینه انرژی نگاه کنیم. شما میگید COP همه چیز نیست، قبول، اما COP پایین جذبی معنیش اینه که برای تولید همون مقدار سرما به انرژی کل بیشتری نیاز دارن، حالا ترکیبی از انرژی حرارتی و یکم برق. حتی اگه انرژی حرارتی ارزون تر باشه، خب حجم بیشتر انرژی مصرفی میتونه در نهایت هزینه رو ببره بالا. یه محاسبه‌ای که دیدم برای شرایط تهران با در نظر گرفتن قیمت‌های نسبی گاز و برق برای چیلر 180 تنی نشون داده بود هزینه انرژی سالانه چیلر جذبی 2 اثره شعله مستقیم، یعنی اونی که مستقیم گاز میسوزونه، میتونه حتی از یه چیلر تراکمی آبخنک با راندمان بالا بیشتر بشه. چرا؟ چون اون اختلاف بزرگ COP بالاخره اثر خودشو میذاره. به علاوه سیستم‌های کنترل ظرفیت تو چیلرهای تراکمی مدرن خیلی پیشرفته‌تر شدن. اینورترها، کنترلرهای هوشمند، اینا میتونن دور کمپرسور و فن‌ها رو دقیقاً متناسب با بار لحظه‌ای ساختمون تنظیم کنن و جلوی اتلاف انرژی رو بگیرن. این سطح از کنترل دقیق معمولاً تو چیلرهای جذبی به این شکل وجود نداره. نه، ببینید من با این تحلیل که هزینه انرژی جذبی همیشه بیشتره موافق نیستم. درسته COP پایین‌تر یعنی مصرف انرژی پایه بیشتر، اما شما نمیتونید هزینه واحد انرژی رو نادیده بگیرید. این خیلی مهمه. وقتی هزینه یه واحد انرژی حرارتی مثلا گاز طبیعی یا خصوصا گرمای اتلافی که گفتم هزینه سوختش صفره، خیلی خیلی کمتر از هزینه یه واحد برق باشه، این میتونه کاملا اون COP پایین‌تر رو جبران کنه، حتی هزینه نهایی رو بیاره پایین‌تر. پس تمرکز باید روی هزینه ریالی نهایی باشه، نه فقط نسبت‌های فنی. قبول دارم سناریوی گرمای اتلافی شاید تو همه پروژه ها نباشه، ولی تو بخش صنعت، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، حتی بعضی دیتا سنترها کاملا واقعیه و خب خیلی هم در دسترسه. تو این موارد جذابیت اقتصادی چیلر جذبی واقعاً فوق‌العاده میشه و باز هم تأکید میکنم کاهش بار پیک شبکه برق تو تابستون این یه منفعت عمومیه، نباید دست کم گرفت. شاید تو محاسبات هزینه مستقیم ما نیاد، اما ارزش اجتماعی اقتصادی بالایی داره. قبول دارم. سناریوی دعوای اتلافی رایگان خب معادله رو عوض میکنه، ولی سوال اینه که این سناریو چقدر فراگیره؟ تو بیشتر پروژه‌های ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی که بخش عمده بازار هستن، همچین منبعی اصلا وجود نداره. حالا بیایید بریم سراغ یه بحث کلیدی دیگه. هزینه چرخه عمر یا LCC. شما اشاره کردید هزینه عملیاتی پایین‌تر میتونه هزینه اولیه بالاتر جذبی‌ها رو تو بلند مدت جبران کنه. آیا این ادعا همیشه تو عمل هم صادقه؟ بله دیگه، دقیقاً هدف از تحلیل هزینه چرخه عمر یا همون لایف سایکل کاست همینه. LCC فقط به قیمت خرید نگاه نمی‌کنه که میاد تمام هزینه‌های مربوط به یه سیستم رو در طول عمر مفیدش، مثلا نمیدونم 15 سال، 20 سال در نظر میگیره. هزینه اولیه خرید و نصب، هزینه‌های انرژی سالانه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه آب مصرفی، حتی هزینه اسکات نهایی. منطقش اینه که اگه یه چیلر جذبی خب هزینه خریدش بالاتره، اما چون انرژی حرارتی ارزون استفاده میکنه، هزینه بهره برداریش انقدر پایین‌تر باشه که تو طول عمر سیستم مجموع هزینه‌هاش از یه چیلر تراکمی کمتر بشه، اون وقت اون سرمایه‌گذاری اولیه بالاتر توجیه پذیر میشه. این تحلیل مخصوصاً برای پروژه‌های بزرگ با افق زمانی بلند مدت خیلی خیلی مهمه. من منطق LCC رو کاملا درک میکنم، ولی فکر میکنم شما دارید بعضی مؤلفه‌های دیگه LCC رو یکم دست کم میگیرید که معمولا کفه ترازی رو به سمت تراکمی‌ها سنگین میکنه.
اولا هزینه اولیه. این تفاوت فقط یکم بالاتر نیست تا یه چیلر جذبی میتونه راحت تا 2 برابر یه چیلر تراکمی آب خنک با همون ظرفیت قیمت داشته باشه. خب این یه سرمایه‌گذاری اولیه خیلی سنگینیه. دوما هزینه‌های نصب و زیرساخت. چیلرهای جذبی خیلی سنگین‌ترن، تقریباً 2 برابر وزن تراکمی‌های آب خنک مشابه و خب فونداسیون قوی‌تر و فضای موتورخونه بزرگتری میخوان. سوما برج خنک کننده. چیلرهای جذبی چون باید حرارت رو هم از کندانسور دفع کنن، هم از اون بخشی که بهش میگن ابزوربر، به برج خنک کننده بزرگتری نیاز دارن. این یعنی هم هزینه اولیه‌ای بالاتر برای برج، هم هزینه نگهداری و مصرف آب بیشتر. در واقع مصرف آب یه چیلر جذبی میتونه حدود 50% بیشتر از یه چیلر تراکمی آب خنک باشه. و چهارم که شاید از همه مهمتر باشه، هزینه‌های نگهداریه. ببینید چیلرهای جذبی سیستم‌های پیچیده‌تری هن. تو شرایط خلا کار میکنن و به شدت به عدم نشت هوا حساسن. اگه هوا نفوذ کنه میتونه باعث خوردگی شدید توسط اون محلول جاذب، معمولا لیتیوم برومید بشه. نیاز به تصفیه دوره این محلول جاذب، رسوب زدایی مکرر چون آب بیشتری تو سیستم میچرخه و نیاز به تکنیسیان‌های متخصص‌تر و خب طبیعتاً گرونتر برای تعمیرات، همه اینها معمولاً هزینه نگهداری سالانه جذبی‌ها رو میبره بالاتر. حالا وقتی همه اینا رو با هم جمع می‌کنیم، هزینه اولیه خیلی بالاتر، زیرساخت گرونتر، مصرف آب بیشتر و نگهداری پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر تو بیشتر سناریوهای واقعی، LCC چیلرهای جذبی بالاتر از تراکمی‌ها در میاد. مگه تو همون موارد استثنایی که گفتیم، یعنی دسترسی پایدار به گرمای رایگان. پس اون صرفه‌جویی تو انرژی اغلب با هزینه‌های دیگه که ایجاد میشه خنثی میشه متاسفانه. من قبول دارم که نگهداری چیلرهای جذبی دقت و تخصص بیشتری میخواد و حساسیت‌هایی مثل بحث خلا و خوردگی وجود داره، درسته. اما نباید هزینه‌های نگهداری چیلرهای تراکمی رو هم خیلی ناچیز فرض کنیم. کمپرسور که خب قلب سیستم تراکمیه، یه قطعه مکانیکی پیچیده است با کلی قطعه متحرک که بالاخره مستهلک میشه. تعمیرات اساسی یا تعویض یک کمپرسور بزرگ میتونه هزینه‌های وحشتناکی داشته باشه. همینطور نشت مبرد از سیستم‌های تراکمی مشکل رایجه که نیاز به شارژ مجدد و هزینه‌های خودش رو داره. در مورد مصرف آب هم بله، جذبی‌ها بیشتر مصرف میکنن، ولی خب تراکمی‌های آب خنک هم آب میخوان و تو مناطق کم آب هر دوتاشون با چالش روبرو هستن. شاید هزینه نگهداری روتین جذبی کمی بالاتر باشه، ولی ریسک یه خرابی فاجعه بار و خیلی پرهزینه برای کمپرسور توی تراکمی‌ها هم وجود داره. البته هیچ سیستمی نیست که نگهداری نخواد، اما آمارها و تجربه‌ها نشون میده که قابلیت اطمینان چیلرهای تراکمی مدرن، مخصوصاً مدل‌های اسکرو و سانتریفیوژ، واقعاً خیلی بالاست و همونطور که گفتم اون طراحی چند مداره هم ریسک از کار افتادن کامل سیستم رو کم میکنه. حالا بیاید بریم سراغ محدودیت‌های کاربردی و اقلیمی، چون اینم فاکتور مهمیه تو انتخاب نهایی. نیاز چیلرهای جذبی و البته تراکمی‌های آب خنک به برج خنک کننده و مصرف آب زیاد، اینها رو تو 2 نوع اقلیم به شدت دچار مشکل میکنه. یکی مناطق خیلی مرطوب مثل شهرهای ساحلی جنوب یا شمال کشور خودمون. اونجا رطوبت بالا راندمان برج خنک کننده رو وحشتناک میاره پایین و عملکرد کل سیستم مختل میشه. دومی هم مناطق خشک و کم آبه که خب متاسفانه روز به روز هم بیشتر باش مواجهیم تو کشور. محدودیت منابع آبی، استفاده از سیستم هایی که آب زیاد مصرف میکنن رو غیر اقتصادی یا حتی غیر ممکن میکنه. علاوه بر اینها یه محدودیت فنی خاص تو شیلرهای جذبی هست به اسم خطر کریستالیزاسیون، یعنی اون محلول جاذبشون لیتیوم برومید تو دماهای پایین یا غلظت‌های بالا میتونه متبلور بشه، یعنی جامد بشه و کل چیلر رو از کار بندازه. این پدیده باعث میشه تولید آب خیلی سرد، مثلا زیر 5-6 درجه سانتیگراد، با چیلرهای جذبی سخت و پر ریسک باشه. در مقابل اینها چیلرهای تراکمی هواخنک رو داریم که هیچ کدوم از این محدودیت‌ها رو ندارن. نه برج خنک کننده میخوان، نه آب مصرف میکنن، تو هر اقلیمی کار میکنن و میتونن آب با دماهای خیلی پایین هم تولید کنن. خب این انعطاف پذیری واقعا فوق‌العاده است. شما به درستی اشاره کردید به محدودیت‌های برج خنک کننده تو اقلیم‌های مرطوب و خشک. این یه واقعیت، قبول. اما خب چیلرهای تراکمی هواخنک هم
کاملاً بیچالش نیستن، مخصوصاً تو شرایطی که تو خیلی از مناطق گرمسیری ما وجود داره. وقتی دمای هوای بیرون خیلی بالا میره، مثلا بالای 45 یا حتی 50 درجه سانتیگراد، راندمان چیلرهای هواخنک به طور محسوسی افت میکنه و فشار تخلیه کمپرسور، همون فشار دیسچارج، خیلی میره بالا. این فشار بالا میتونه باعث خاموش شدن اضطراری دستگاه بشه، یعنی تریپ کنه، یا عمر مفید کمپرسور و قطعات دیگر رو کم کنه. پس هر سیستمی تو شرایط اقلیمی حدی نقاط ضعف خودشو داره. در مورد کریستالیزاسیون هم بله این پدیده وجود داره، اما توی چیلرهای جذبی مدرن با سیستم‌های کنترلی پیشرفته این ریسک تا حد زیادی مدیریت میشه و برای کاربردهای تهویه مطبوع استاندارد که دمای آب سرد معمولاً بالای 6-7 درجه است، معمولاً مشکل ساز نیست. موافقم که هر سیستمی محدودیت‌هایی داره، ولی به نظرم دامنه کاربرد و انعطاف پذیری اقلیمی چیلرهای تراکمی، مخصوصاً هواخنک‌ها، به طور کلی خیلی وسیع‌تره. بسیار خوب، بریم سراغ آخرین محور مقایسه که خیلی هم مهمه، اثرات زیست محیطی. کدوم گزینه به اصطلاح سبزتر حساب میشه؟ به نظر من چیلرهای جذبی پتانسیل بالاتری دارن برای سبز بودن. اولاً همونطور که قبلا گفتم خیلیاشون از مبردهای کاملا طبیعی استفاده میکنن، مثل آب تو سیستمای لیتیوم بروماید یا آمونیاک. این مبردها هیچ اثر تخریبی روی لایه اوزون ندارن، یعنی ODP 0 و پتانسیل گرمایش جهانیشون هم 0، GWP 0. در مقابل بیشتر چیلرهای تراکمی فعلی از مبردهای مصنوعی خانواده HFC استفاده میکنن که درست ODP شون 0، ولی GWP شون میتونه صدها یا حتی هزاران برابر دی اکسید کربن باشه. خب نشت این مبردها به اتمسفر مستقیما به گرمایش جهانی کمک میکنه. ثانیاً بحث مصرف انرژیه. چیلرهای تراکمی خیلی به برق وابستن. اگه این برق از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی تامین بشه، که خب تو خیلی از جاهای دنیا و ایران هم همینطوره، مصرف برق بالای این چیلرها یعنی تولید غیر مستقیم کلی CO2 و آلاینده‌های دیگه. اما چیلرهای جذبی مخصوصاً اگه از گرمای اتلافی استفاده کنن یا از منابع انرژی پاک مثل انرژی خورشیدی حرارتی برای تأمین گرمای ژنراتورشون، میتونن ردپای کربنی خیلی خیلی کمتری داشته باشن. پس از این دو منظر، یعنی مبرد طبیعی و امکان استفاده از انرژی پاک یا اتلافی، به نظر من جذبی‌ها گزینه سازگارتری با محیط زیست هستن. من فکر میکنم این نگاه یکم ساده انگارانه است. اولا صنعت مبردسازی که بیکار ننشسته. نسل جدید مبردها به اسم HFO و ترکیباتشون دارن وارد بازار میشن برای چیلرهای تراکمی که هم ODP 0 دارن و هم GWP خیلی خیلی پایین، یعنی نزدیک به 1. اینها به سرعت جایگزین HFC ها میشن. پس مشکل GWP مبردهای تراکمی در حال حل شدنه. ثانیاً شما به آلودگی غیر مستقیم تراکمی‌ها اشاره کردید. خب چیلرهای جذبی، مخصوصاً اون مدل‌های شعله مستقیم که مستقیماً گاز طبیعی میسوزونن، آلاینده‌های مستقیم مثل ناکس و CO2 همونجا تو محل پروژه تولید میکنن. ثالثاً و مهمتر از همه، باز برمیگردیم به بحث راندمان کلی. اون COP خیلی پایینتر چیلرهای جذبی یعنی چی؟ یعنی اونا به کل انرژی ورودی بیشتری برای تولید هر واحد سرما نیاز دارن، حتی اگه بخشی از این انرژی حرارتی باشه، باز هم استخراج، انتقال و مصرف اون انرژی، چه گاز طبیعی باشه چه تولید بخار تو بویلر، اثرات زیست محیطی خودشو داره. وقتی شما کل چرخه عمر انرژی مصرفی رو در نظر بگیرید، یه مفهومی هست به اسم TEWI، یعنی Total Equivalent Warming Impact. به خاطر راندمان ذاتی بالاتر، تو بیشتر موارد اثر زیست محیطی کلی چیلرهای تراکمی کمتر از جذبی است. حتی اگه GWP فعلی مبردها و منبع تولید برق رو هم در نظر بگیریم. راندمان بالاتر یعنی مصرف کمتر منابع اولیه و این معمولاً یعنی آسیب کمتر به محیط زیست. پس به نظر من اون ادعای سبزتر بودن جذبی‌ها همیشه هم صادق نیست و خیلی به شرایط بستگی داره. خب فکر میکنم بحث خیلی جامعی داشتیم و به نکات کلیدی هر دو تا سیستم پرداختیم.
اگه بخوام موضع خودم رو جمع‌بندی کنم، من هنوز معتقدم که چیلرهای تراکمی به خاطر راندمان انرژی به مراتب بالاترشون، هزینه اولیه و تو بیشتر موارد هزینه چرخه عمر یا LCC پایین‌تر، انعطاف پذیری فوق‌العاده‌شون تو کاربردهای شرایط اقلیمی مختلف و قابلیت اطمینان بالا و نگهداری راحت‌ترشون توی اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های سرمایه‌شی بزرگ مقیاس انتخاب منطقی‌تر و بهینه‌تری هستند. البته این یه حکم کلی نیست و هر پروژه باید واقعاً جداگانه تحلیل بشه. و جنبندی من هم اینه که درسته که مزایای چیلرهای تراکمی تو کاربردهای عمومی واضحه، اما نباید اون پتانسیل ارزشمند چیلرهای جذبی رو توی شرایط خاص نادیده گرفت. تو پروژه هایی که دسترسی مطمئن به یه منبع حرارتی ارزون یا رایگان مثل گرمای اتلافی وجود داره، یا تو مناطقی که هزینه برق سرسم‌آوره یا اصلاً محدودیت تأمین برق هست، و همینطور تو جاهایی که عملکرد فوق‌العاده کم صدا یه اولویت اساسیه، چیلرهای جذبی میتونن مزایای تعیین کننده‌ای هم تو هزینه عملیاتی و هم جنبه‌های دیگه ارائه بدن. کلید انتخاب درست به نظر من انجام یه تحلیل دقیق و بی‌طرفانه است از منابع انرژی که در دسترسه، محاسبه دقیق بارهای سرمایشی مورد نیاز و برآورد واقع بینانه هزینه چرخه عمر یا LCC برای هر دوتا گزینه است. کاملا موافقم با این نکته آخر. یعنی تصمیم گیری نهایی واقعا نیاز به یه رویکرد مهندسی دقیق داره. باید بارهای سرمایشی واقعی با نرم افزارهای معتبر محاسبه بشن. تمام هزینه‌ها در طول عمر مفید دستگاه یعنی LCC برآورد بشه و حتما باید با مهندسان مشاور متخصص و بی‌طرف مشورت کرد. کسایی که نفعی تو فروش هیچ کدوم از این سیستم‌ها ندارن. دقیقاً. این یه انتخاب سیاه و سفید نیست اصلاً. پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی زیادی داره. امیدواریم این گفتگوی ما تونسته باشه ابعاد مختلف این انتخاب مهم رو یکم روشن‌تر کرده باشه و به شنونده‌های عزیز کمک کرده باشه تو درک بهتر این موضوع.